به نام یاد خداوند بخشاینده مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزا و بیننده های عزیز برنامه نیازمند. دوستان عزیز، ما بازم به یک فامیل نیازمند دیگه خدمت شما قرار داریم که فامیل 4 نفر است، بلکه مشکلات بسیار زیاد. مردی که نانآور فامیل بود، کارگر خانه بود، با معتادی و یا که محتاج شد، نتونست که زندگی خود پیش ببره و اولادکای خود، خانم خود با مو شیوهی که باید کار کنه و نان بده و سرپرستی کنه نتونست. دوستان عزیز، ما در خانه همون فامیلی که پدر با معتادی روی آورد و توسط چند نفر از اهالی منطقه این دوباره صحتیاب شد، آمد دوباره بالای فامیل خود. فعلا بسیار با مشکلات اقتصادی و مشکلات زندگی روبرو است. دوستان عزیز، هموطنان گلم، بین زبان خودش میشنویم که از کجا شروع کرد و فعلا چی کاره بود، چی کار میکرد و فعلا که دی مشکلات سردچار است چه قرنج میبره. لالا جان سلام. سلام برادر عزیز، خوش آمدین که اینجا آمدین. محمد متین هستم. دیگه پیش که بود یک برادر قند آشپزی میکردم به هتل به نام به هتل فاریاب سابقه، اما تقریبا 10-11 سال اونجا کار میکردم. فعلا دیگه تا مدت یک 4 سال 4.5 سال میشه که ما دمی سرنوشت بسیار یک رای بدبخت، رای دیگه جاده که یک طرفه میگه دمو سردچار شدیم، به عزت و به آبرو، به خانه، به خیش، به قوم، به خانه، هر جای شدیم. تا توسطی که از خانه برآمدیم من به کار و هیچ وقت نمیتونستیم. امیال تفلکای خود فکر کنان داده و چیز داده من نمیتونم. از حال خود خبر نیستم، از خانه خود خبر نیستم که بیادر آرد است، نان است، او است یا نی است. بیادر اون نموجه دیگه خدا مهربان است، بازم که میبرایم یک 70 یک 30 یک 40 100 کم کلان که پیدا میکنم به مو روز خود تیر میکنم. اما اونو دیگه مجبور هستیم، چاره چی هست دیگه. حالا خداوند آورده می روز به سر ما، البته کدام خطایی کردیم یا کدام گناهی کردیم دیگه به خدا حق معلوم است. خب لالا جان، خودت چقدر وقت معتاد بودی؟ ما با فکس یک 4 سال و 6 ماه 5 ماه 6 ماه میشه دیگه، از بیشتر نمیشه. خب از 4 سال دیگه اضافه تر؟ دیگه زیادتر یا کم دیگه من خود نمیفهم دیگه، کاش که قدر بفهم. شاید کم زیاد شه، 5 سال شه، 6 سال شه، اما دقیقاً که میگم من شاید 4.5 سال یا 5 سال شه. وقتی خودت تمی عمل انجام میدادی، او شو فکر طرف فامیلت نبود، طرف خانمت نبود، طرف همه اولادایی که چشم برای تو میشیشت که باش که پدر ما در خانه میره برای ما نان میره، توی وضع که نان بری به اولادکای او را میزدی در عملت. اینجا میشتم اما قنه میگفتم که بخی که سرنوشت از یا خراب نشه. این دو که پف میکردم، نمیگفتم که اولادم سبا امیر رقم به مثل ما ور معتاد شوه. هیچ دیگه اصلا این فکر چیز در خیال ما در سر من نبوده که من میگفتم اولادم یعنی است. هیچ در خیال خانه نبودم، هیچ نمیگفتم که زندگی دارم. تو دیگه غرق امو عمل خود بودی، با کار خود، با عمل خود بودم. اما تو احساس نداشتم که میگفتم اولا خانه و زندگی دارم. از این خبر داشتی که شبا و روزا فامیلت نان نداشت؟ واقعیت خبر داشتم اما چاره نداشتم. اما قمه فهمیدم که یا از گدا یک کاسه نیم کاسه که میرسید اطالت هم آمده تیر شدیم اما دور نخوردیم بخانه. از حالت فامیل آگاه بودی؟ خود طبعا که یک تا پرسان میکدم، یه اگام تا خور زاده کاره یا همسایه ها رو میفتم خانه ما میری هستن نیستن دیگه. دلت با دیدنشان تنگ نمیشد؟ چطور نمیشد؟ کدام پدر است که نشه؟ چطور دل است که صبر بکنه؟ از دل آدم خود میخ مگم چی از سردچار کی؟ خدا هیچ مومن مسلمان میگم به ای عمل هیچ وقت دشمن سرتم که از سردچار نکنه. اگر دوست ماست یا دشمنم از برادرم است. دوستان عزیز، قسمه که میبینین خانمش همچنان در پهلوش نشسته، منتظر از این بودی که شام میشه شوهرم خانه میه. چندین روزا شاید هم تو سپری شده باشه، ازی که تو منتظر بوده باشی و نامده باشه. وقتی که در شام میشد منتظر از این بودی که بیا. 1 روز 2 روز 3 روز 4 روز ما یا روزا تیر میشد نمیامد. چی فکر میکردی که کجاست؟
ما فکر میکردیم که این میگفت من در کار هستم، در هتل کار میکنم، تو چیز میکنم، میشتم که بیایه اشتکای ما گوش نمیشد. میگفتم باش که هر کس پرسان میکردم، میگفتم میره در کار گرفته، میگفت نه نگرفته. باز پرسان میکردم، دلم پریشان میشد که باش که مرد کم بیایه اشتکایم گوش نمیمود. این تو چه بدک دیگه دینمی دردا دینمی عملا گرفتار شد. قسمه که خودت وقتی که خبر شدی، از کجا خبر شدی یا کسی برات گفت که معتاد است؟ از این مردم شنیدم گفت معتاد است، کاربار دم میگفت که کاربار در کار هستم. باز مردم میگفت نه کاربار علاقه ده. میشتم که ای بیایه. آخر که دلم آرام نمیشد، هر کس پرسان میکردم، در سراغش برآمدم. از مردم شنیدم این میگه پاره که این می آدم معتاد زندگی میرم. تو چی شد؟ ما گفتم اگه چی میکنی زندگی مرا خراب نکو، چیز نکو، زندگی ما به چیز میشه. وازینی میتکه قسمه که خودت دو اولین بار خبر شده که شوهرت معتاد شده، چی یک ایست در دلت؟ چند تا اولاد داری؟ 2 دانه. 2 دانه. خورد هستن؟ وقتی گناه از پیش تو سوال میکرد که پدرم کجاست، برای چی جواب میده؟ پدرم کجاست؟ من میگفتم در کار رفته بان که پدرت بیایه برتان پیسه میتم واره ساعتش خودم تیر میکردم. خودم خود کلام بودم، میفهمیدم اشتکاست دیگه نمیفهمید. وقتی که شام میشد تو با یک امید در خانه میشیشتی که شوهرم میه و دست پر برای ما نان میره، او میره مثلا میوه میره. کسایی که کار میکنن در بازار دست پر به خانه برمیگرده. قسمه که شام میشد خودت چشم برا به دروازه میبینی، میدیدی که کس نمیه. باز چطور تیر میکردم شب یک چهارم میکردم دیگه، من تو تیر میکردم. همسایه ما که یک قابنا روان میکردم پیش اشتکا میماندم، خودم یک چهارم میکردم دیگه. میفتم هم تا اشتکا تا شوه همی آرام شوه باش که پدرش میایه. اشتکا که بسیار بیتابی میکرد و بسیار با یک طفل که گوش نشوه با گریان و فقان شروع میکنه. میگفت پدرم چی وقت میایه؟ من میگفتم میایه وقت میایه واره چیز میکردم دیگه. طفلکا رو بازی میدادی بعد چشم از اونا مثل خود در آب بود که پدرم چی وقت میایه و نان میره. طفلکا میگفت مادر چی وقت پدرم میایه؟ من میگفتم یعنی وقت میایه. باز آرامش میکردم. دیدم میشتم که شوهرم چی وقت از کار میایه، چی وقت میاره دم نان میاره، پیسه میاره که ما یک چیز خانه بکنیم یا یک دیگه کنیم یا یک چیز کنیم. شبا روزا رو با گرسنگی و بیچارگی سپری کردن و لالای قند ما که فعلا ترک کرده امو عمل را که داشتن او رو ترک کرده فعلا در یک زندگی عادی مثل ما و شما برای که صحتمند است و فعلا کاربار نداره، کسی نمیگیره در کار. به خاطر چی نمیگیره؟ به خاطر که میگه یک معتاد است، معتاد نکرد در کار نمیگیره. شما وطنهای گل، وطنهای عزیز ما که برنامه رو میبینین، بیاین با این فامیل عزیز و این هموطن ما که از شما عزیزا امیدش هست که بیاین دست نوازش بالای از این فامیل بکشین و این فامیل از این بدبختی و بیچارگی یا سبب از شوین تا یک کار پیدا کنن، برایش کار داده میتونین بیاین برایش کار بتین تا همون نفقه فامیل خدا پیدا کنن. و این چی انگیزه به خودت رخ داد که خاصی کمی عمل بخیر تر کنی؟ و برادر قند خیلی نمی گفتم که خداوند خیر بده که همین 4 تا یار دوست و همسایه خوب و همیاره که برای ما دمی خانه راپور داده. اگر نی خانه خود راپور نداشته آیا که زندگی ما در زیر کدام پل بود؟ من خدا را شکر امروز نیستم. من کدام به مثل دیگرها و دراز آزرها که او رقم نبودم که خودم میرتم زیر پل من انداختم. باز هم همت میکردم، باز هم کوشش میکردم که رنگ زرد خدا نسازم، ولیکن پت بالاخره تا چی وقت با توان واسه من دوای مسته که اینه ما قدر ما گرفتیم 1 ماه و 37 روز 38 روز میشه که ما ترک کردیم. اگر خودت کار پیدا نکنی ای که مشکل فامیلیت حل نشه، تو رو امی روزگار امی مشکلات زندگی باز وادار به امی کار میسازه که تو باز باید امی کار کنی، چون که نمیتونه انسان تحمل کنه، نمیتونه که درک کنه ای که فعلا در این فامیل در این خانه چقدر مشکلات است. این خودش میفهمه، خدایش و شما عزیزایی که میبینین
دوستای عزیز، اگر غیرت داشتم برادر قندم، خب فکر کو که دیگه همین کاره همین آشایسته چیز خود نخواد انجام بدم. اگر نه که به وجدان غیرت نداشتم، فکر که باز رفتم به همین خط دیگه کراچیوانی میکنم، مزدورکاری میکنم. و خلاصه گفتم که همین پیسه داشته باشه، به غیر از یک کار، غیر از یک کار، هر کاری که باشه میکنم، مقصد نفقه روزگارم بچله، بس خلاص، به نام نیک، به سرنوشت، به سربلندی، بس خلاص. خب دوست لالای قندم، دوستای عزیزم، هموطنای گلم که خودت از خارج از افغانستان میبینه، ازشان چی تقاضا داری و چی پیام داری برشان و چی میخوایی برات بکنن که دوباره تو باید دیرا نری؟ خب از دوستای خود، از برادرای خود، از هموطنای خود میری خواهشم است که اگر توان و قدرتش است به طرف اینمی خانه نیازمند یک دفعه ببینه، یک نظر پرته. اگر نیستم خانه آباد جور و حرام باشه، به هر جای، به هر کشور، به هر مملکتی که باشه. قربان زنده باشی. قسمه که پیام لالای ما رو شنیدین، دیدین که زندگی خیلی سخت شده، زمستان درا است، تفلکاش نان میخواه و خانمش همچنان. تفلکاش به ناز و نوازش شما عزیزان نیاز داره. روزانه مصرف خانه و جایت از کجا میکنی؟ مثلا 4 نفر هستی، 4 نفر فامیل، حداقل هیچ نباشه روز 500-400 مصرف کار داره. و زیر از کجا میکنی؟ وقتی که تفلکای از تو نان بخواه و خودت بیکار هستی، چطور میکنی؟ برادر قنده سر چوک میری نان گرم که از در پسته، به نانبایی میری در پسته، اما ما به چوک میرم به 6 روپه و 5 روپه نان سرد است امرا گرفت میگیرم امرای خود. اونو بجه دشار یک کراچی را یک کسی از اعتباری از پیش از او میگم روز 30 روپه برای تو میتم کرا، یا روز 20 روپه برای تو کرا میتم، من خودم میرم کار، یا 100 یا 120 یا 80 یا کم کلان چیزی که خداوند مقرر کرده اونم را پیدا میکنم. بعد از اگر دیدم که دو شد روزای جمعه موبایل کنم میخرم میفروشم جور میکنم. و مقصد گپی همی است که من پیسه 1-5 تا نانم به خانه جور کده بیارم که بسیار رنگ زرد شدم، سیاسرم جوان است. خداوند دیگه میگم که مرا بی عزت و بی آبرو دیگه نسازم. اینمی خواهشم است برادر قند. بیا خداوند کمک بکن از که امو نفقه عیالت، نفقه فامیلت به خیر، به خوبی، با غیرت شامت مردانگی که خودت داری پیدا بکنی. خود کراچی را یک نفر مثلا کرا گرفتی یا روز 30 روپه 40 روپه. امروز در افغانستان اگر در کابل مثلا در خود مرکز بگردی هزارها دانه کراچی وان است. بسیاری هاش پرسان میکنیم که چند کار کنیم، میگه متابون اسلاف نکردیم. اگر خود اونمو کار اگر به خودت به شب باز چی میکنیم؟ باز هم صبر خدا میکنیم، چیزی که خداوند آورده دیگه مجبور هستیم دیگه. باز که بیایم اینجا اگه در خانه ببینیم کدام چیز باشه، اگه همین 50 روپه 100 روپه ارزش داشته باشه، مجبور هستیم که برم سودا کنم بیارم من لقمه نان بدم. دیگه اونم تفلک است که میره پلاستیک 5 روپه 10 روپه یا کم کلان 30 و 40 50 که او میاره. اونم شکر است، دم امید به خدای خود دارم. اول باز به چشم اونم سایل میکنیم، به چشم یک دو دانم سایه ما است، خداوند خیرشان بده سایل میکنیم. اونم یک کاسه نان روی میکنم. خیر است اگه ما کمی خوردیم یا نخوردیم، تفلکا که میخورم صدای ما که نمیبره، فکر که برای ما رسیده یک گذران نمیتونیم خود ما. اما تفلاقیت بسیار سخت است، روز زمستان است، خنک است، مشکلات زیاد است. اما چاره چی از برادر قند؟ تفلکایت در بازار کار میکنن، مثلا زمستان آمد، برف و باران است، سپایشان یخ میکنن، در خانه به نه چوب است نه زغال نه کدام چیز گرمه که اونا سر خود بگیره. مجبور هستم به این پالی مادرش. من خب فعلا هم جدا هستم از مادر، جدا هستی فکر که بیادر قدم چوچه یکاش خواه میشه از سیاسرم بیخی جدا هستم. مجبور است اگه خدا لوچ میمون امو کمپل سرم تفلکاش بپرده که همیا گرم خواه شد. واقعا دوست عزیز، زندگی سخت‌تر شده میره با آمدن زمستان، با آمدن مشکلات، با آمدن گرسنگی و فقر بیچارگی. زندگی بسیار آدم میپیچانه. شمایی که همین قسم زندگی در رنج و غم و بیکاری و ناتوانی رو دیدین، این فامیل درک بکنین، بیاین دست نوازش بالای از این فامیل نیازمند بکشین تا باشه خداوند پاک شما را و هر نیت مراد که میخواین همی
کار خیر انجام بدین. بیاین دست از این فامیل بگیرید، نگذارین که تفلکایش از این بیچارگی و گرسنگی و ماندگی و زلگی از بازار از کار میکنه نمیکنه مجبور است بره در خانه بیایه و در خانه هم چیزی به خوردن نیست و به گرم کردن زمستان نیست. دوستای عزیز، هموطنای گلم، این بود برنامه که ما خدمت شما عزیزا تقدیم کردیم. تا برنامه بعد شما رو به خداوند یکتا و یگانه امانت میسپاریم. شماره واتساپ برنامه در روی اسکرین های موبایلتان ظاهر میشه. هر کمکی که شما میتونین بیاین خودتان به دست خود بیاین به این فامیل تسلیم بکنین. ما همکاری میکنیم، ما پلی هستیم میان شما و نیازمندا. تا برنامه بعد خداوند یار یاورتان. خداحافظ. برای حمایت از برنامه های ما ویدیو را لایک و کانال ما را سابسکرایب نموده بعد زنگوله را فشار دهید.